Негізінен бізде мұндай оқиғалар тез-тезле қатталып тұрады. در اصل بسیاری از مشکلات در بهار پیش می آیند. راه حل اساساً به مسئله تعیین و علامتگذاری مرز وابسته است. ما به طرف تاجیکان چند ماه باز که درباره مسئله گفتگو نکرده ایم. ما نیت داریم که ماه اپریل این مسئله ها را بحث کنیم. حادثه اخیر به سبب ساختمان راه صورت گرفت. ما با طرف تاجیکستان در تماس هستیم و من خودم با معاون نخست وزیر تاجیکستان گپ زدم و او گفت که می آید. ما یک کمیسیون مشترک تأسیس میدیم و مسئله ها را بررسی میکنیم. ما با وکیلان محلی، مردم و رئیسان محله ها گفتگو داشتیم. در اینجا اغواگرانی هستند که ما نباید آنها را گوش کنیم. ما همه کوشش را به خرج میدیم که بین مردم تاجیک و قرغیز صلح باشد و مناسبت ها تحکیم یابند. Ушул эки мамлекеттин ортосунда бир ведомстволук комиссия түзүп туруп бир